حال من خود شما دوتا مادر دختر چکار کنم؟ یک راه شما دوتا به دست ما بدیم. حالی که ما این به شهر برسیم حال به ما میگه نه نقصار آوردم نه پولا. این نمیفهمه تو که مادرینی، تو که عقلتو میکشه. چکار کنم من؟ بزنم یک سنگ کلوخی بدارم بزنم میتا یا به تاثر تو یا به تاثر خود خو که یا تو به قبرستون بری یا من. حال دیونه شدم. هر روزی که تو به خونه من میدی خیر من ندیدم. من نمیفهم که تو چی رقم آدمی که تو به جا رفته جراری، تو به خورده جراری، تو به کار کرده جراری. از امروزی که تو به می خونه من به کار تو نفهمیدم. امروز مگر یک روز به سر خوی یا به سر شما مادر دختر بیارم من. امروز مگر اینیه. امروز مگر یا تو به قبرستون یا این کدوم اکشن من اول بسنم یا بسنم من این کلو خب بستم تا سر خود خوب بسنم. نه کمرا چکاره؟ برو لالا چی کرده ری کام؟ معامله فهمیدم تو اشته ببین سنگ میزنی به لالا برات نگفت من دیونه شدم خودی عزی مادر دختر. بغضا که من بزنم مغزا سر خود خود بیره کن یا مغزا سر عزی. اونا داره سیاست چه کاری شما نه؟ این خانم منه، این هم دختر منه. این دختر لالا برات نگفت. این دختر شما نه زن شما؟ ها او زن منه. بابا جانی قال مقالو بزنم بگید کلوخ اگه تو یلک لالا تو یلک. نه لالا نه. یلک تو حق دیگه. نه لالا نه خواهید. چی مشکل داری برای لالا سکو خاله جان خود راست میگه دیگه. همین دختر من ناجوره برار من خو که ناجوره با چرا به کلوخ میزنی به تصریح بابا که من با تو سکو چی میگم. دختر من ناجوره این ما این ببریم به دکتر. ما داخل او برتر خونه مانه ویلا حالی که بیامدیم به من میگه من این نقصه را آوردم نه هم پولا را آوردم. پولا ناورده نقصه؟ نه پولا را آورده نه هم نقصه نه دعا خوب. این دیگه من چکار کنم مال من پای پیاده از این دیگه ایشتم به داخل او برتر برم. آخه برارم تو که آدم هوشیاری بودی تو به می سنگ بزنی به تا سر زن خو بزنی او که ناجوره. خاله جان اگه تو عقل کنم لالا سیکو بغضا که من به تا سر خود خو بزنم مغزا سر خود خور بیره کنم. بابا اینا بیچاره میشن دست خو بودم. نه کلالا مزایم من نشو بغضا که من خود رای کنم به قبرستون عزیز زن کردم. من پول بکدری برو لالا 3-4 پول بکاره. این یک دفعه به دکتر نشون دادیم تیار نشد. گفتم اگه تیار نشد با همون دعا و نقصار بردار بیاره. حالا که ما این برسیم به شهر برسیم با ما میگه چه برارم تو سیکو تو حال زنکالی همین رقمه. من زنی دارم که حیف نون شلغم بری از او بفهمیدی او همه میتفرمشکاریه مار در بدر کده پرو میارم به جاری بیری میکنه بلد زندگی ما رو البته و پرپچولگی به گندگی زندگی ما تیر میشه برارم. حالا چکار کنم من به خدمت چکار کنم من حالا جو من رنگتونم زن من مثل زن تو میته به پچولگی زندگی تیر میکنه. حال کمک دست تو چی کمک آماده میتونه برار جو آدرس خالی خود بده که من برم پولاش من مستم اسکای چیه لالا نقصه و دعا و پولای تو چی خبر داری؟ ای به تب ساقایم که به کجای به سرام و کسی نی آخه نمیشه برا تو برای دقیق نگه برو تو که کار خونه منیم یک راه حل بره پیدا داره برای من نزد سیاسره لالا براد نگه برا تو من چه کار کنم مال چیز خواه کسی ها بسر مال من وسیله نیه من به چی برم لالا جو شما کجا مایم بره؟ چی؟ شما کجا مایم بره؟ ما بران مایم برم به شهر برم. نمیشه یک 5 دقیقه شما همین دیگه بشینیم ما برم همین دعا و همین نقصه و همین نتیجه و آزمایش ها و همین پولا اینا رو بیارم اثرا خو برو اگه بریم نیم ساعتی میای با 10 دقیقه میام برو نیم ساعت چیه با 10 دقیقه آدرس من نمیرم بلد نمیشی برو تا اقل ما 100 تا خونه چی بلد میشی برارمه. خب برو انا مشکل نداره انا زن شما مثل خواهر مادر من دیگه من نمیرم انا من دیگه بشی برو انا من 10 دقیقه دیگه میام برارمه بخشش باشه برو جو کلی هم برو اینه صحیح انا من دیگه بشین لالا انا میام میگم همین شما هم بشینی من تارتوقا ای بری بر نره که با این مسلمان بابا رد ما بخوره نمیذارم اینا ای بری برن دل جان باشین برارم هر بینه برارم خدا شما خیر بده زنده باشه پور اطیلا برار دل جان هی همه بدبختی ها و سهر میزنکایه بعضا میزنکای میتی یک زنکا نادون بیعقله. خاله جان به شما بر نخوره دختر خاله به شما بر نخوره ما شما دو نفره نمیگم من اول زن خود میگم زن من میتی آدم بیعقل نادونی عرضی که به خونه میفتاده زندگی من داره بدر کرده او آیاده میره ای آیاده میره دک خراب میشه از 100 شو یک شو خاله جان شما مجان خواهر مادر منه
از 100 شو یک شو باور کنیم دیگه ما باور میکنه که گیو نمیخوره. و تا پلاخمون کنیم بر اینجا از اینجا تا به پل معلوم میره. خاله جان ببخشیم همی اسم غله شما شوهر شما دیر که اسم غله شما چیه خاله؟ خاله دخترک چیچیلک دختر خاله مادر تو کشاد به خاطر که میگم من نامحرمم جواب نده. دختر ماموجو اسم می شو مادر تو چیه؟ دختر یک وجبی دختر خاله خورتکک میگم اسم می شو مادر تو چیه؟ گیره من آدم نفهم. خاله جان شما مثل مادر من گپ زنید. شوهر شما دیر که کجا یک شماره ببایل چیزی نداره برگ خاکی. خاله جان ما بالای ما دیر شده من میرم به شهر کار دارم. خاله جان اسم می شوهر شما کجایه؟ چی نام داره اسم می شوهر شما غله شما کجایه؟ خاله با خدا اگه من میفهمیدم من خاله که تو میزه گپ نمیزنی من میدم میدشون که میشوتو من کلوخ میزه به تا سر تو که روداتو به دختر ماما جو دختر این گناهجور نمورده باشه دختر نه خاله جان دختر شما خوش شده خاله دختر شما خوش شده خاله چه دیر که مرد شب شد خاله جان اسم میشی شما با غله شما با کجا یالا با خاک کشی شما غله شما کجا که ما برو سکیل خود بیارم ما بد کردم من خاله نه خاله نه خاله هم خوش شده خاله جان خاله نه گردنک میزنه خاله اسم میشیش و سلام میشیش ما به کجایه خاله جان چی بعد کردیم ما خاله جان امی سرات چی رقمه ای خاله خوش شده خاله جان ببخشیم برای من بله برو همین سلام علیکم همین مادر دختر مال یک بچگاه که یک نیم ساعت 40 دقیقه پیشتر اینجا گفتک گال مقال میکنه خود زن خو گفتک من میرم که پولا مونده و نقصه از اینا بمونده دستگاه اینا بمونده برم بیارم حال می خاله خوش شده دخترم خوش شده چطور خوش شده کردن و بند باشون خوش شده اینا لالا چه کار شما نه هیچ چه کار مستقل من نفعل بستون گفت میرم که پولا خود بیارم نقصه خود بستونم این زن بچه مو مرتکل تکل مربوط این زن بچه از اون ها حالا جخ کنیم اینا خاله جان صدا میکنه لالا جخ کنیم خاله جان خاله سرا شما کجای تکر چه کار اینا دختر اینه جخ کنه دختر این هم خوش شده اول یخ زده اینا نه گرم کو بچه گب نمیزنه خاطر دستم بد نیه بعد زن مردمه زن مردمه بعده خاله جان خاله نه آن سر خود پرتو که لالا چرا ایتنه چرا ایتنه بچون پس کش کنم تو داره بچون لالا بیتر میفهمه من کار ندارم خاله چیه؟ نه ای کو زن اینی لالا ای کو کلوخه خاله اینا کنی ای کو زن اینا سکل آه نه
میده. نه لالا من برم رو به صحرا یک برم. کلوخای ایسته کلوخای. ای با تو گفت اکتو هم اینجا بس سکه من میرم به سرا میرم. برو به چی بفهمیدو. سکتیل چکار کنم ملاله. خوب فیلمی به سر تو بیزی کرده. میگم خوب فیلمی به سر تو بیزی کرده. تو سه کتور به چی گفت داده؟ ای خدا. کجی اشتانی کجی دارم دار شدم کجی چری چیکار شده؟ چادرار سیکو دوتا یک خورتکک یک کلانه کو چه کاره؟ دارم دار شدم کجی کو چه کار بو شده که در به در شدی؟ به می قله بالا بدم خوب کو به سکیل میرفتیم رو به شهر او یک دفعه دیدم یک مرتکک خودی دوتا زنکا کو قال مقال میکنه جنجال میکنه ما بس دادم گفتم کلو خبر داشتیم که بزنه به تاس زن خوب بزنه ما بس دادم بالاخره چرا میزنی زن خوب چون ما مریض داریم دختر ما ناجوره انا این نخسار نورده پولار نورده چیکار نورده خب ما گفتم لالا الان پیش زنه بچه تو میشینیم دیگه برو سکیل وردا برو بیاره 40 دقیقه نیم ساعت بیشتر شد جو یک بار نه هر چه صدا میکنم خاله 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 به دختری هم میگم جواب نمیده به مادری هم میگم جواب نمیده که میشه شما چرت دیر کرد یک دم یک بچگک دگی اومده اینا سعی میکنه که به زیر از اینا بالا پوخا و کلوخا یعنی گیلک بنا چادر کلوخ کرده بیدم گردن و بند باشی یک میلی از زن و دخترک خوردی نمیزد همین تعم رنگی و من چی فهمیدون دیگه خود زنم به چی خود گپ میزد هر چی میپرسم میبینم اینا گم شدم گپ نمیزنم به چوب میتم به کلای اینا میتکدم دیدم خوش شدم بابا بچگی دیگه بیام گفتم لالا میتونه چادر اثر میزنه که پس کردم سعی میکنم کلوخا بافتا وای 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 یعنی تو مختار نفهمیدی که به زیر چادر کلوخه آخه برارم تو که مگری بفهمی همسایه گل خوبه گردو که بعضی مردم انمیته به سر آدم فیلم بدی میکنن یا به طریق گوشی یا به طریق چادر یا به طریق دگه آخه حال بعضی از مردم همیته کلاهبر میدارن به سر آدم آخه کجی اصلا تو میبودی اصلا یک پوره مدل خود فرق نمیکردی هم رنگ مدل تو به می دیزاین بیدد تو هم رنگ مادر خود فکر میکنی هم رنگ مادر من نمیگم من خیال کردم ای زن تیاریه خوب بدیدی موتور مستکر خوب چی میفهمیدن زنه به چی به پیش میشی اشته بود زنه و چی بود بگو چادی رو سر کنی و کلوخ بود عقل خود گیلک به سر خود میاردی انال چه کار میکنی سکل تور بردش برم خدا چه کار کنم وای 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 بجیر برارم تو بیا بریم یک قدم را بیا بریم همین قلم الا را میته بگردیم فایده نداره گیلک گردن و من رول اشندن و عدرس کردم تیر شده فایده نداره بابا چه میری؟ اوه بجیر جون نر برار بیا بریم همون زلات تا درس را ما بریم مرد تیر بابا برفته برات کار خو قیمه ولله شو او دمی که پیش تو حرکت کرده بود دل خوبه که برو وای 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 بیا دیگه عقل کمال بیدی هم نداری گلک برو گلک برو وای 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 تو سیکو پسرمی بیچاره ساده از فیلم بیدی کردم بابا همون نون به تو علاره همون رویدی به علاره علاره گناه ازی بیچاره هم نمیتی تیار کرده بیدن که میگه زن فرق نمیشده توبه خدایا توبه شرایط خراب شده تو سکو این مردم چه در حال عقل را کار میکنه که کلوخ زن تیار میکنه بابا نه چی برم بگم مثلا من چه کار کنم من چی خاک سیاه به سر کنم این چادر کنه از به درد من چی میخوره چطور کنم من چادر رو نویم اینا کنار نگاه دارم من در برنامه بند باشه اگه لنگم جورت بکنه برم خیر به خیر خوشی نبینی هر کسی این کارا میکنه خیر نبینه işte سکیلک نویرشتم من تو سیکو تو این چادر ها آرام ببرم کجا از این اینجا خود کش میکنه چی به کار اینا به دردم اینا بخوره اینا به دردم میخوره چی به سر خود میکنه اینا چیزا آرامه
لا اله الا الله. این که دو قبرستون رفته خیلی به کجا شوم شد ما بودست بگو خانم به کجا میمونه؟ کجا میمونه؟ به شهر به زور خلبه به زور خلبه خواه من میمونی لا اله الا الله. این بچه به که دو قبرستون رفته شوم شد ما بزرگ علم میمونه شو بریم به خون مردکه این به کجا برفته؟ به کجا نگیلک تو؟ دار و دار شده از که منتظر تو رو ماخه؟ به شهر رفته بیدام به کجا؟ به شهر و به شهر که رفته بوده چه؟ تزودی نامدی؟ میفره حالا شما بزرگ علم میمونه مرتکه که من میرفتم روی به شهر خب سرسو از دیدم هر چی گشتم غلا دیار هر چی گشتم تمام شهر دیار بگشتم چی میگیشتی؟ چه؟ پیدا نشد سکیل بجوندن چی؟ سکیل تو رو بجوندن گیلک چی میگی تو؟ گردنم الان در پر سکیل تو رو بود بیشتر سکیل جونده؟ سکیل همیتر میامدم من چینگی جوی یاد بود دیدم یک مرتکه که میتر سنگی بود اجتماعی بزنه با دست زنه بچه خوب یک زنکه که بیدر دخترکی به زیر چادر شیشتی بیدم مرتکه بود تاکی مچون زن منه هم دختر منه ناجوره انه چیز نورده نقصه پولا نورده عکسکار نورده سکیل خود با دیمه گفتم نازی گناه داره ایته سکیل بود تو زن خوب گفتر اونجا پیش ای میشینه به پیش تو برای هر چی از زنکه میپیسون خاله ایشی شما کجایه خاله جان ایشی شما کجایه چه اسمی چیه چه نامد یک دم همینطوری آمدم هر چی میگم چوب خوش شده من به چوب میده به بخکلی همیته کردم دیدم که چوب خوش شده به چقدر دیگه هم بیام چادر کشک نسه میکنم به زیر هر چادر برقه به زیر چادر برقا زنکه که اکروخه پیپتو ولی چادر بابره کلوخ بود کلوخ بود یعنی سکیل بابا بودم سکیل مرتکه بود نگو بیلا گیله دار و دارش گیله که دار و دار گیله تو به سنکه چی کنه تو براه میرفتی ممایی دیدم با کلوخ میزنم تحصیل تو باید میده که من خواست سر بدار میکرد دیگه من گفتم میشه بمونه بیچاره کنم داده خونی به گردن نمیشه خوی سکیل بد که بودن دیگه چیکار میشه من چون مرتکه بحث نگه هرچی اساس تو تو با کجا آخه شوش شدن نگردم من خب تو نمیفهمی کار مردم بعض میتی چپ و چپ باز شدن من چی میفهمیدم چه بچه زنک بیلا خب میگیشی پیدا میکنی به هر کار میرفتی تو اصلا من چرا من آمدی چرا نامدی که خبر دادی من گفتم بلکه پیدا شد گوشته و توشته تمام گریار نگشتم بیلا بخی جلوش بری بخی کجا بریم؟ بخی سیکل از کدوم منطقه بودن همون تا 60 کیلومتر بخی بری بخی که سکیل بودن بخی نه با اون جلوش بیا کجا بریم بشه؟ بیا